وقتی که شهر شلوغ شد و بچه هامون در اون فضای احساسی سنگین در خطر بودن، یکی که مدعی بود کنار مردمه دست بچه هاشو گرفت و از کشور فرار کرد. رفت تا در امنیت کامل برای ما و بچه هامون نمایش رهبری اعتراضات رو بازی کنه. کسی که مدعی بود یک شبه انقلابی شده و اصلاً هیچ کسی از اون انقلابی تر نیست. کسی که از ترکیه و در امنیت کامل بچه‌های 14-15 ساله انزلی رو تحریک می‌کرد تا مساجد رو به آتش بکشن، تا فردا وقتی حکم سنگینی واسهشون صادر شد این بار با عکس سنگ مزارشون کاسبی کنه. این روایت صادق صیاد، مزدور اجاره‌ای اشخاص ذی‌نفوذ شهر انزلیه. کسی که یک شبه ره 100 ساله رو طی کرد. کسی که اونقدر به مردم انزلی آسیب زد که وقتی شهر شلوغ شد دیگه امنیتی نداشت و تصمیم گرفت برای مدتی از دست تهدیدهای این مردم از کشور فرار کنه و البته وقتی پاش به ترکیه رسید مدعی شد از ترس جمهوری اسلامی فرار کرده. آخه این کیس مناسبی برای دریافت پناهندگی بود. آدم فروش داستان ما تا روزی که در ایران حضور داشت تحت عنوان خبرنگار نقش روابط عمومی برخی از مسئولان شهری رو بازی میکرد و تریبوندار اونها بود. اما وقتی که از ایران فرار کرد به یک باره تبدیل به چگوارای پفکی شد. مزدور اجاره‌ای داستان ما حالا با چند لگد پرانی به جمهوری اسلامی بخشی از عوام جامعه رو با خودش همراه کرده بود. به همین دلیل بود که حالا خیلی راحت‌تر میتونست با افرادی که در داخل ایران مشکل داشت تسویه حساب شخصی کنه. حالا دیگه همه جوانای انزلی آدم فروش بودن، به جز کسی که سالها در این شهر به شغل شریف آدم فروشی و مزدوری مشغول بود. اما شیاد داستان ما کیه؟ ادمین یک کانال مزخرف اینستاگرامی که تحت لوای بیان مشکلات مردم به دنبال اخاذی از اشخاص و برخی از مسئولان شهر انزلی بود. البته این دعوا بین او و برخی از مسئولان این شهر یک دعوای خانوادگی به حساب میاد، چون همونا بودن که در انزلی بهش میدان دادن و حالا زمانش رسیده بود که چاقو دسته خودش رو ببره. این شیاد مطلقاً حتی یک پرونده امنیتی در انزلی نداشت، اما شکایت‌های کیفری بسیاری ازش شده بود و او در انزلی برای بسیاری از کسبه و مردم عادی ایجاد مزاحمت کرده بود. ترک رو به جان گیلک مینداخت و مذهبی و غیر مذهبی رو در برابر هم قرار میداد. شیاد مزدور هدفی به جز باجخواهی و تخریب آدم‌ها در ذهن نداشت. این شیاد به دنبال اخاذی بود، اما باید راهی پیدا می‌کرد تا مبالغی رو تمیز به حسابش منتقل کنند. پس طرح نو رو راه اندازی کرد و با کمک اشخاصی در انزلی تونست از طریق خیریه پولشویی کنه. حالا دیگه یک لاین قانونی برای پربار کردن این مزدور ساعتی به وجود اومده بود. حالا اشخاص ذی‌نفوذ شهر میتونستن به خیریه کمک کنن و اون با پول خیریه از ماشین آردی مدل 85 ماشین شاسی بلند بخره و سفر خارجه بره و در ازای این خدمات مالی به مزدور اجاره‌ای اونها تبدیل بشه و هر کسی که اونها میخوان رو تخریب کنه. مزدور ساعتی داستان ما حالا در ترکیه به زندگی لجنوار خودش ادامه میده. اون اخیراً با اجیر کردن یک پرستو و اقدام به ضبط تصاویر از اشخاص مختلف در شهر انزلی کرده و از طریق این کار به دنبال دریافت پولهای کلانه و هر کسی که در این مسیر باج نده به عنوان آدم فروش عامل نظام معرفی میکنه و البته خوب بلده از سادگی مردم ما سوء استفاده کنه. مردمی که فکر میکنن هر کسی به جمهوری اسلامی فوش بده حتما دشمنشه. مردمی که باور میکنن اون یک انقلابیه و همین مستمسکی میشه تا اون خیلی راحت به آدم‌هایی که در ایران زندگی میکنن حمله کنه و اونها رو تخریب کنه. صادق صیاد شبیه یک تشت پر از لجنه که افرادی در انزلی برای تخریب رقیبان خودشون با کمی شارژ مالی یک کاسه از اون رو روی طرف مقابلشون میریزن. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این تازه شروع ماجراست.